مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده یه مقداری افشا بکنیم پشت پرده این چهره رو، داریوش اقبالی، که البته میدونم طرفداران بیشماری در سراسر دنیا داره و در طول چند روز گذشته با توجه به صحبت‌هایی که روی استیج مخصوصا در کشور هلند انجام داده بود و یک سری صحبت‌ها انجام داده بود، حسابی جنجال به پا کرد توی فضای مجازی، علل خصوص فضای توییتر، همون ایکس، که اومد شعاری رو داد که شعار مجاهدین خلق بود، شعاری که همیشه مجاهدین میدن و میگن نه شیخ نه شاه، که همین شعارش جنجال‌های زیادی رو به پا کرد. البته بازم میگم که داریوش اقبالی طرفداران بیشماری داره، من فنش نیستم، اما به هر حال سعی میکنم که در این ویدیو کاملا بیطرفانه برای شما یک سری مسائل رو شفاف بکنم و یک سری مسائل رو برای شما افشا بکنم. داریوش اقبالی که متولد 1329 73 سالشه و درسته چون ایشون پیشکسوت هستن در حوزه موسیقی، بر کسی پوشیده نیست که احترام ایشون باید حفظ بشه به عنوان پیشکسوت در حوزه موسیقی و ما هم سعی میکنیم که احترام ایشون رو حفظ بکنیم. اما به هر حال استیج صحبتایشون کرده که من در جایگاه رسانه‌ای و در جایگاهی که دارم سعی میکنم که این قضیه رو منصفانه تحلیل و آنالیز بکنم. به هر حال جنجال‌های زیادی رو داریوش اقبالی در طول چند روز گذشته ایجاد کرده و ما هم گفتیم که یک کوچولو افشاگری بکنیم. اول بریم صحبتاش رو روی استیج بشنویم که حالا به هر حال تیتری که زده بودن تیتر به نظر من مناسبی برای ویدیو نبود که اولین ویدیو هم دیدید. ببینیم چی گفته و طرفداران پهلوی حسابی بهش حمله کردن و صحبتش رو اول گوش بدیم. امیدوارم بعد از رفتن اینا اتفاقی برای اون مملکت هرج و مرج نشه. منظورش رفتن آخونداست. کشت و کشتار نشه، قانون حکم فرما باشه. تو اون مملکت باید قانون اساسی باید رعایت بشه، قانون اساسی که کسی دست نبرده باشه توش، نه شیخ نه شاه. بله، این شعاری هستش که مجاهدین میدن، یعنی میگن قانونی که نه آخوندا توش دست برده باشن نه طرفداران پهلوی. میدونید که الان حسابی بین این دو گروه هم بحث و جنجال است و گفته نه شیخ نه شاه، شعار مجاهدین خلق. این شعار دولت رو مردم انتخاب میکنن. خیلی خوب، حالا همین یه تیکه نه شیخ نه شاه، این ما اینجا برنامه‌مون لایو نیست، نمیدونم چرا تایتل لایو خورد. الان ساعت وقت تهران 15 و 11 دقیقه است در لحظه ضبط ویدیو، دوشنبه 23 مهر 14 اکتبر. به وقت اروپای مرکزی هم ساعت 1 و 41 دقیقه است. برسیم به صحبت داریوش اقبالی که اومد و گفتش که نه شیخ نه شاه و این قضیه باعث شد که حملات زیادی به داریوش اقبالی بشه و عده اومدن گفتن که آقا تو چرا شعار مجاهدین خلق دادی؟ من یه پرانتز باز بکنم. آدم‌ها آزادن و به نظر من اصل دموکراسی اینه که هر کسی بتونه عقاید خودش رو آزادانه بیان بکنه. هر کسی آزاده که عقاید خودش رو بگه. حالا ایشون اگه طرفدار مجاهدین خلق، اگه طرفدار پهلویه یا اگه طرفدار آخونداست، میتونه بیاد عقایدش رو آزادانه بگه. ولی باید نگاه بکنید ببینید که بک‌گراند این آدم چی بوده. ببین بله ممکنه مثلا طرف 2 سال پیش طرفدار مثلا آخونده بوده، بعد 2 سال بعد بشه طرفدار پهلوی. این ایرادی نداره که نگاهش این تیپی شده، یعنی تفکرش این تیپی شده. ولی یکی هفته پیش طرفدار پهلوی باشه، دوباره بیاد بشه ضد پهلوی، بعد دوباره بشه طرفدار آخوندا، بعد بشه ضد آخوندا، بعد ما به این افراد که اینجوری طرفدارم دارن میگیم پرچم. آدم هایی که مثل پرچم برای طرفدارانشون مقدسن، اما مثل پرچم هم به هر سمتی که دلشون بخواد با باد حرکت میکنن. وقتی که داریوش اقبالی این صحبت رو انجام داد، مورد حمله طرفداران پهلوی و مورد حمایت طرفداران مجاهدین خلق قرار گرفت.
از اون طرفم اون آدم هایی که توی سیستمن و نمیدونم سیستم آخوندی رو دارن، من گفتم ببینید این وریه اینطوریه. ولی نکته‌ای که وجود داره این که وقتی که داریوش اقبالی میاد این حرفو میزنه، ببینید یه داستان اینجا وجود داره. داستانش هم اینه که خود داریوش اقبالی توی یکی از پست‌های اینستاگرام خودش، حالا به شما نشون میدم الان، خودش آقا اومده گفته که هموطنان عزیز، یعنی توی اون متنی که گذاشته بوده توی پیج اینستاگرام خودش، همه مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم، نه به جمهوری اسلامی، زن و زندگی آزادی، و گفته که در این راستا و به نوبه خود در میان افراد خارج از کشور آقای رضا پهلوی را گزینه مناسبی برای نمایندگی اپوزیسیون خارج از کشور میدانم. معتقدم ایشان بیش از دیگران میتونن نقش مفید در جهت بازتاب صادقانه خواسته های آزادی خواهانه مردم داخل ایران در سطح بین الملل ایفا بکنن. خب آقای اقبالی عزیز، قربونت برم، این همه طرفدار داری، با اون صدایی که جوانهای زمان شاه میگن که خیلی ها رو معتاد کرد، خیلی ها رو عاقل کرد، خیلی ها رو عاشق کرد، خیلی ها رو فارغ کرد، شما وقتی میگی من رضا پهلوی رو موزین مناسبی میدونم، پس چرا میای روی استیج میگی نه شیخ نه شاه؟ این که دیگه سیستم شاهنشاهیه دیگه، سیستم پهلوی دیگه. اگه غیر از اینه بگید دیگه ما ناآگاه خیلی بی سواد در حوزه سیاست هم آگاه بشیم. خب اینجا نشون میده که این خواننده های قدیمی که من قبلا هم صحبت کردم راجع به خواننده های قدیمی، ببینید ما الان میگیم که از زوایای مختلف رو بررسی میکنم، ما الان میگیم که توی سیستم موسیقی ایران مافیا وجود داره، ولی من معتقدم که توی زمان شاه، یعنی قبل از انقلاب سال 58، تو ایران فضای مافیایی شدیدتر بوده. ببین الان شما اگه نگاه بکنید از هر خانواده یا هر نمیدونم قوم و طایفه کفی 5 تا خواننده میاد بیرون، اصلا همه استعداد صدا دارن. چی میشه یهو بعد از انقلاب استعداد صدا شکوفا میشه اما قبل از انقلاب اینطوری نبوده؟ چرا قبل از انقلاب و در زمان شاه ما فقط در مجموع 10 تا خواننده تاپ داشتیم؟ پس بقیه خواننده ها کجا بودن؟ علل خصوص خواننده هایی که نزدیک به دربار بودن، علل خصوص خواننده هایی که توی سیستم پهلوی بودن. چرا ما زمان شاه فقط 10 تا خواننده معروف و مشهور داشتیم و بعد از انقلابم همون 10 تا به کمک مافیای رسانه‌ای و مافیای تلویزیونی بولد شدن و مدام اومدن توی تلویزیون ها مصاحبه کردن، گفتن که آره انقلاب ما رو بدبخت کرد، ما مهاجرت که اتفاقا انقلاب شما رو خوشبخت کرد، انقلاب باعث شد که شما پولدارتر بشید. بله خیلی هستن که غم غربت دارن، براشون پول مهم نیست، یعنی حاضرن همه زندگیشون رو بدن که برگردن ایران. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی هاشون هم اینطوری نیستن، براشون انقلاب نون و آب داشت. حالا برسیم به داریوش اقبالی. اومد و یه سخنرانی کرد توی یکی از کنسرتاش. من میخوام اینا رو تحلیل و آنالیز بکنم تا صبح بعد براشون بشینم، ولی اینا وقتی مثل پازل کنار هم دیگه میچینی تهش یه چیزی در میاد که کلکوپر پشم مردم میریزه. ببینیم چی گفته توی یکی از کنسرتاش. پاریس که بعد از دانشگاه اوین 1 سال بعد از دانشگاه اوین خوندم در میگه که این ترانه رو من بعد از دانشگاه اوین خوندم. وی یعنی ایشان معتقد است، به قول صدا سیمایی ایشون معتقده که در زمان شاه ایشون انداختن زندان و موقعی که توی زندان بوده به دلیلی که شعارهای سیاسی میخونده، شعرهای سیاسی میخونده، آهنگهای سیاسی میخونده. ببینید حتی ویکی‌پدیای ایشون رو هم شما برید بررسی بکنید، میگه که داریوش در دوران پهلوی به علت خوندن آهنگهای سیاسی مانند جنگل، بنبست، بوی گندم، علی کنکوری و گل بارون زده چندین بار دستگیر و زندانی شده.
نخستین بار او بنا به گفته پرویز ثابتی با دستور شاه دستگیر و پس از دستگیری به مدت 6 ماه در انفرادی نگه داشته و پس از 9 ماه حبس شده. او مجموعاً مدت 26 ماه رو در دوران سلطنت پهلوی توی زندان بوده. من یه سوال دارم، چجور یه خواننده هم قبل از انقلاب میتونه بره تو زندان هم بعد از انقلاب؟ شما یا طرفدار سیستم پهلوی یا مخالف سیستم پهلوی، یه خواننده چجور میتونه قبل انقلاب و بعد انقلاب توی زندان باشه؟ کلید این ماجرا در دستان تاریخ نویساست. کلید این صحبتایی که یک سری از این افراد میکنن. ما تو بین سپاهی و بسیجی هم اینو داریم. ما طرف زمان جنگ قوطی کنسرو باز میکرده، زارت یه خمپاره خورد دستش چیز شد، بعد از اون اومد گفت آقا من ایثارگرم، من تو جنگ بودم، من تو. اونا اونجوری ماهیگیری کردن، یه سری آدم هم اینوری ماهیگیری کردن. یعنی شما باید ببینید که تاریخ نویسا و کسایی که حافظه تاریخی قوی دارن و اسناد تاریخی رو دارن چی میگن، کسانی که هم دوره اینا بودن چی میگن. علت زندانی شدن داریوش اقبالی، حالا ببینید اینجا کسی که میاد میگه علت بازداشت من سیاسی بوده و من آهنگ سیاسی خوندم، نمیدونم آهنگ، حالا اینجا توی صحبتاش گفته بوده من آهنگ بوی گندم رو خوندم و این آهنگ سیاسی بوده. حالا جلوتر بهش میرسیم. یکی از حضار موقعی که فیلم داره میگیره حرف جالبی میزنه. به هر حال اینا کسایی بودن که خیلیشون حافظه تاریخی قوی دارن. ببینید چی میگه. خوش به حال شما که تو نوین بودید آقای داریوش. دلیلش هم میگفتی سیاسی نبود. اتفاقا نبود. همه میدونن، دلیل به گفتن نداره. بزرگ نمایی نکنید آقای داریوش. مملکت رو به لجن کشوندی آقای داریوش. بله ببینید این صحبت یکی از آدم‌هایی بوده که تو اون جمع بوده. اما علت بازداشت، چیزی که اومده بیرون، گفته شده که داریوش اقبالی تو تاریخ 9 شهریور ماه سال 1353 تیتر اول رسانه ها این بوده که ایشون بازداشت شده. یه عکس هم از ایشون اومده بیرون پای نمیدونم بافور منقل، چون به خودش هم به حال تو مصاحبهش گفته بوده که معتاد بوده، این چیز پیچیده نیست. گفته که داریوش دستگیر شد. داریوش به علت دایر کردن مرکز فساد و ضبط و نگهداری مواد مخدر دستگیر شد. این چیزی بوده که تو رسانه ها بوده و روزنامه‌ای بوده که اومده بیرون. گفته که چندی قبل عده‌ای از اهالی خیابان زاهدی واقع در نیاوران شکایتی رو به ماموران انتظامی تسلیم میکنن، مبنی بر اینکه مدتی که منزل شماره 9 واقع در کوچه لیلا چند جوون مجرد اونجا رو اجاره کردن و عده‌ای اونجا دارن یواشکی قاچاقی مواد مخدر مصرف میکنن، حالا یا اونجا قرار دارن. منزل مورد بحث مدتی تحت مراقبت قرار میگیره. مشخص میشه که عده‌ای معتاد به مواد مخدر به این منزل تردد دارن و از ساعت 16 روز 6 شهریور ماه 1353 با تشریف قانونی منزل موصوف بازرسی مشاهده شده. عده‌ای جوان به کشیدن تریاک و حشیش اشتغال دارن که لذا افراد مزبور در بین اونها داریوش خواننده هم نیز به چشم خورده. دستگیر رو در بازرسی از محل مورد بحث مقدار 46 سانت هروئین و 175 گرم تریاک و 25 گرم حشیش و 2 عدد وافور و کاغذها آغشته به گرد هروئین و کشف و ضبط شده. در این تحقیقات معمولا مشخص شده که منزل مزبور وسیله داریوش اقبالی خواننده و یکی از دوستانش بوده که معتاد بودن. داریوش خواننده جوان هنگام استعمال مواد مخدر دستگیر شده و اجاره و بساط و استعمال مواد مخدر در اونجا گسترش پیدا کرده بوده. این تیتر اولی که از این رسانه ها بوده که حالا اینو اومدن تیتر کردن و گفتن. خب بعد از این قضیه خب به هر حال کسانی که تاریخ دان هستن و تاریخ شناس هستن اومدن گفتن که بله داریوش اقبالی اون زمان اصلا به خاطر مواد مخدر دستگیرش کردن، به خاطر خوندن شعر بوی گندم و چیزهای دیگه نبوده. حتی مرداد آسمانی مصاحبه ای رو با علیرضا ابوالقاسمی انجام میده و اونجا میگه که اصلا بوی گندم یه آهنگ انقلابی بوده و حتی خامنه ای که در حال حاضر رهبر ایران هستش عاشق این آهنگ بوده. این صحبت‌های من نیست، صحبت‌های مرداد آسمانی. ببین داریم پازل‌ها رو کم کم می‌ذاریم کنار هم دیگه. ببینید چی میگه. اگر شکنجهگر توی شکنجه اشتباه نیست، میگن ترانه عاشقانه است. این ترانه مذهبیه.
شما ترانه رو از اول تا آخر نگاه بکنید، انگار پیام برای یک مثلا یه شخص روحانی انگار. ببین اگر شکنجه کرد تویی، شکنجه عاشقانه است. ببین منظورش چیه؟ یعنی منظورش اینه که من به عنوان کسی که میخوام انقلاب بکنم در ایران، ساواک منو میگیره و منو شکنجه میکنه، من چون به عشق آزادی و به عشق انقلاب کردم و به عشق رفتن طرفدارانه، به عشق اینکه پهلوی بره، من اگه بگیرن شکنجه بکنن، این شکنجه عاشقانه است و اون جوانها رو شیر میکرده که برن و انقلاب بکنن. به این نکته‌ای که وجود داره اینه، میگم وقتی ما تاریخ رو ندونیم و تاریخ رو مطالعه نکنیم یه همچین اتفاقاتی میفته. برید تحقیق کنید، یعنی حرفی که من میزنم برید سرچ بکنید علت تأسیس تلویزیون BBC فارسی چی بوده، علت تأسیس رادیو BBC فارسی چی بوده، مخصوصا رادیو BBC فارسی. اصلا چرا رادیو BBC فارسی ساخته شد؟ واسه این که سرنگون بکنه سیستم پهلوی رو. اصلا به خاطر سرنگون کردن سیستم پهلوی بود که رادیو BBC فارسی ساخته شد. و چه اتفاقی افتاد؟ تمام سخنرانی های خمینی رو در عراق، تمام سخنرانی خمینی رو زمانی که در تبعید بود، تمام سخنرانی های خمینی رو در زمانی که در فرانسه بود، رادیو BBC فارسی به گوش مردم میرسون. اصلا بنگاهی بود برای شیر کردن مردم که انقلاب بکنن. رسانه‌ای وجود نداشت، این BBC فارسی بود که این کار رو انجام داد و حالا همون BBC فارسی شده طرفدار سیستم پهلوی و مخالف سیستم آخوندی. ببینید گفتم اینا مثل پرچه میمونن که به هر سمتی میوزن. وقتی ما تاریخ رو ندونیم محکوم به تکرار تاریخ هستیم. وقتی ما تاریخ رو ندونیم آدم‌ها هر جوری که بخوام برای ما تاریخ رو تحریف میکنند. ادامه صحبت‌های مرداد آسمانی رو بشنویم. مثل شخص روحانی آقای خامنه‌ای. عزیزم ترانه سرایی که نشسته در منزلش در ایران، اما ملاحظات این ترانه سرا چیه؟ ترانه سرا چیه؟ روزبه بمانی رو میگی؟ هر کی. حالا اینجا میگه که روزبه بمانی شعرهای داریوش رو میگفته، شعرهای احسان خواجه امیری هم میگفته. چجوری خواننده میتونه هم با آدم داخل خارج کار کنه، داخل خارج آدمای داخل و خارج کار بکنه؟ دهنت توش هست. چجوری آدم میتونه این کارو بکنه؟ از اون طرف وقتی صحبت‌های کارشناسای صدا و سیما رو هم میشنوید تایید میکنن صحبت‌های مرداد آسمانی رو. بشنوید. ببینید آقا قبل از اینی که اصلا رئیس جمهور بشن، منظورش خامنه‌ای بشن امام جمعه تهران، من نزدیک بودم، خیلی از اوقاتشون زنگ به من میزد، میرفتم خدمت ایشون به من میگفتن، خود ایشون گفتن من وقتی که از زندان اومدم بیرون، آقای مهندس بازرگان لطفی کردن رفتیم دیدن ایشون، آقای مهندس بازرگان که صحبت کرد گفت، من برگشتم بهشون گفتم من وقتی زندان رفتم هر کس از در زندان اومد تو گل گندم میخوند. بوی گندم. فهمیدم تأثیر گل گندمی که داریوش میخونه به عنوان یه آهنگ مبارزاتی. بوی گندم آره. بوی گندم برای من هرچی که دارم مال تو. درست شد؟ میخونه از منبری که ما میریم بیشتر تأثیر داره. اینا که من میگم من منظور چیز نیستم، مزاح و اینا نیستم، یعنی بحث کارشناسیه. از همین آقا حضرت آقا باز بنده دارم. بله. یعنی خود کارشناس صدا و سیما میگه خود آقای خامنه‌ای گفته تأثیر آهنگ بوی گندم از تأثیر صحبتایی که ما روی منبر میکنیم بیشتر بوده. پس دلیل نفرت داریوش از سیستم پهلوی به خاطر بازداشتش برای موضوعات دیگه بوده. از اون طرف هم دیگه الان افتاده تو این سیستم دیگه، میگه بذار آخوندان برن دیگه، مردم دارن میگن ما اگه نگیم دیگه ما رو نون خوردن میندازن دیگه، نمیان کنسرتای ما. ببینید فریدون فرخزاد چی میگه. ببینید حالا خیلی ها سخنرانی کردن و صحبت کردن و وقتی من بخوام بذارم اینا رو کنار هم دیگه تا صحبت بذارم. ببین فریدون فرخزاد در خصوص اشعار داریوش چی میگه. فریدون فرخزادی که به جرئت میتونم بگم 40 سال از زمانه خودش در زمانی که صحبت میکرد جلوتر بود، مثل مرحوم مانی خدابخشیان. یعنی شما صحبت این افراد رو میشنوید، همین دیروز این صحبت‌ها رو کرده، اینقدر این صحبتاش تازه و جدیده. یکی از شعرهای بسیار خلقی شعر میگفت، شعر کمونیستی توی دهن داریوش خواننده میذاشت و اون میخوند و مردم ایران دنبال خواننده میرفتن و اون
شاعر برای هر شعر 20,000 تومان پول میگیره و امروز اون شاعر در همین لندن داره زندگی میکنه، برای خلقش داره زندگی میکنه، ولی تاجر مرگ گرفته و خفه شده و در اتاق در بسته به یاد خلقش مشغول خوشگذرانی. اینجا بود که ما میفهمیم که یعنی با چیدن این پازل ها میفهمیم که چرا این شعار رو داریوش اقبالی میداده. نه شیخ نه شاه. شعار مجاهدین خلق رو ببینید. به حال حالا بحث ما خواننده ها نیست، بحث من خیلی کلیه. هر کسی میتونه آزادانه نظر خودش رو بگه. داریوش اقبالی میتونه بیاد بگه اصلا نه شیخ نه شاه، نمیدونم فلان این فلان اون. منم میتونم بیام آزادانه بگم صحبت خودم رو. من همون جوری که قبول میکنم صحبت‌های میشنوم. ببین من میتونم بشنوم، اما میتونم قبول کنم، میتونم قبول نکنم. در اینجا منم همینطوریم. یعنی شما میتونید بشنوید، من خودم قبول نمیکنم که کسی بیا توهین بکنه به داریوش اقبالی یا بقیه. اون به هر حال در چارچوب آزادی بیان و در چارچوب دموکراسی اجازه داره. اگه ما شعار زن زندگی آزادی میدیم و اون کلمه آزادی آخر رو هم رفرنس قرار میدیم، باید بذاریم که آدم‌ها آزادانه حرفشون رو بزنن. اما میتونیم قبول نکنیم. از اون طرف میتونیم مثل پازل‌ها هم بچینیم کنار هم دیگه، ببینیم که اصلا اصل داستان چیه. اصلا چرا یه آدم باید منفور باشه نسبت به سیستم؟ چرا یه آدم از یکی نباید خوشش بیاد؟ چرا یکی از یکی نباید بده مثلا حال بکنه باش؟ علت بازداشتش هم دیدید دیگه. علت بازداشت اون بود و به خاطر همون اصلا از اون سیستم جدا شد. حالا بحث این که ایشون نمیدونم کلینیک ترک اعتیاد زده بود و پول جمع کرده بود و اوناش اصلا بعد برم بشینم براتون تحقیق کنم و برم اطلاعاتشو براتون در بیارم. این که حالا گفتودن داریوش یکی از کسایی بوده که برای کمپانی رادیو جوان یه بودجه رو دریافت کرده بوده که موزیکای حالا سیاسی حالا اونم شنیده شده. بعد بریم راجعش بعد تحقیق کنیم و بهتون بگم. خلاصه اینا وقتی ما بریم داخلش و صحبتاشون کنار هم دیگه قرار بدیم متوجه میشید که چه وجاهتی این پشمشتا هستش. در صورت خیلی دوست دارم که شما هم نظرتون رو بگید، برای ما کامنت کنید و اگر هم حال کردید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.